وكذلك حديث عائشة صحيح مسلم عند رسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم اذا یعنی اگر وقتی که اعتکاف به در اومدن میخواست نعم اعتکاف میکرد اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل نعم ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه. نعم یعنی این حدیث نعم یعنی این معناش چی شد؟ یعنی حدیث عایشه یعنی دخول ها یعنی اینجا مسئله چی میشد مونده؟ این حدیث عایشه مسئله پیدا میشد که دخول وقت نعم وقت دخول معتکف معتکفه. دوی مثلا وقت خروجه منه یعنی معتکف آدمی که اعتکاف کننده ای کدوم وقتا نباید که اعتکاف بدروی؟ کدوم وقتا دروی؟ کدوم وقتا نباید که دروی؟ اهل علم دو قول به تقسیم شدن، دو قول دارن. یکم قول گفتن که نعم یعنی مثل حدیث عایشه این قول امام احمد و امام اوزاعی قولش و روایت عن لیث و روایت بعض شافعی ها گفتن که وقت اعتکاف 21 رمضان بعد از فجر میشد. امروز چند رمضان؟ فهمیدید؟ فردا 20 روز 20 فردا یعنی معناش 21 بعد از فجر. همین حدیث ظاهرش کتی گرفتم. برای که چی گفت؟ صلی الفجر صلی الفجر ثم دخل صلی الفجر ثم دخل گفت. فهمیدید یا نفهمیدید؟ فجر خوند و بعد فجر در اومد. لیکن قول دویم قول این قول راجح تر اعتکاف به رسول صلی الله علیه و آله و سلم روز 21 نه بلکه شب 21 یعنی روز 20 شب 21. مثلا یعنی حاضر ما امروز دوشنبه بود می؟ دوشنبه بود. حاضر یکم قول بگیریم یعنی حاضر سه شنبه مثلا 21 رمضان. یعنی یکم قول بگیریم چی؟ یعنی فردا یعنی روز سه شنبه فجر خونده بدروی. لیکن اگر دویم قول بگیریم چی؟ انا حاضر یعنی چی؟ مغرب نعم یعنی پیش از مغرب باید که دروی یعنی نعم باید که دروی نعم یعنی این راجح بودنش چی میشد؟ یعنی دلیل این به چی گفتیم؟ یعنی دلیل برای اون که اگر مثلا چی ما گفتیم که شریعت اند شب پیش از روز میبیاد که آخر برای اون که چی شب اند ما شب روزهای تاق شب روزهای ویتر ما باید که جستجو کنیم. اگر ما روز 21 داریم شب 21 چی از دست میتیم؟ شب 21 چیکار میکنیم؟ یعنی از دست میتیم یعنی شب 21 از دست چی میکنیم؟ یعنی میتیم. فهمیدید؟ همین به قول صحیح و راجح ترش چی گفتیم؟ یعنی قول صحیح و راجح تر یعنی چی باید که شب 21 دروید. یعنی اما این حدیث به چی جواب میده؟ رسول صلی الله علیه و سلم فجر خونده میدن اومد که میگن که معناش یعنی رسول صلی الله علیه و سلم به شبش نمازنده همراه صحابه ها طاعت عبادت انده. انا بامداد خونده سونی خیمه داشت مسجد به خیمه به در اومده خودش تنها میموند. فهمیدید؟ نه شب 21 انده چی نماز میخوند بعد مردم بود سونی روز یک شب خودش تنها شده تنها میدونه. فهمیدید؟ همین به ایزان راجحش چی میشد؟ یعنی روز نه شب 21 کومنده میداره اعتکاف به. فهمیدید؟ اما وقت خروج چی میشد؟ وقت خروج نم اهل علم میگن که بهترینش بعد از نماز عید میبرایی. بعد نماز عید. لیکن جایز که یعنی چای خلاص همین روز عید که اعلان که کردن خلاص یعنی بعد از نماز مغرب چی میبرایی. والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زن چیست؟ هیچ گام نه اگر فتنه نباشه چی باشه اشتها میگه اگه گریتیم که امهات المؤمنین اعتکاف میشتن حالا میگیم یعنی مدت اعتکاف بعضی گفتن که یک ماه نعم یک ماه باید که بعضی گفتن که 10 روز بعضی گفتن که یک شب یک روز بعضی گفتن که یک روز بعضی گفتن که یک لحظه بعضی گفتن که یک لحظه یک لحظه یعنی از شام پیش گفتی که من مسجد به در اومده شام خونده برآمدنی از در اومده تا برآمدن من اعتکاف اندم هم نیم ساعت نیست یک ساعت هم اعتکاف میشد یعنی فهمیدید؟ این قول ابن حزم قول بعضی اهل و برای ما پیش مسجد دارید مسجد عثمانی می‌نیده مسجد عثمانی مسجد قدیم روضه پیش نوشته موندگی کلام کردن نوشته موندگی نوایت ان اعتکف نم
نويت أن أعتكف في هذا المسجد نويت أن أعتكف ما دمت في هذا المسجد. نویسم دیگه نويت أن أعتكف ما دمت في هذا المسجد. یعنی مادامی که من داخل مسجد اندیم من اعتکاف اندیم. فهمت؟ دلیل روشن یعنی قول الله تعالی گفت که و انتم هم عاکفون فی المساجد. عاکفون الله نگفت که یعنی یک ساعت دو ساعت یک روز در روز، یعنی کدوم وقت که باشه چی میشه، یعنی گفتن یعنی همین چی قدر که نیت کنیم نیت چی میشه، یعنی اعتکاف شدن میگرفتن. لیکن جمهور اهل میگن که کمش باید که یک شب یک روز شود. یعنی لیکن علی کل یعنی همین چی وقتی که در اومدی میداره، یعنی خلاص یعنی هیچ گپی چخل اعتکاف که بر اومدی اعتکاف وای رو قضا میشه خلاص چی میکنی یعنی میشه. یعنی همین به یعنی اینجا مسئله چی میبیاد، یعنی اصل یعنی آدم که نیت کی کرد یک عبادت بکرد، یعنی من نیت یعنی عبادت به نیت کی کرد، یعنی باید که تو آخرش برات لا تبطلوا اعمالکم، عمل تو آخرش برو. لیکن نفلی که این چیز واجب نه فرض هیچ کم نه، یعنی میبروی یعنی به عذر نمیبروی. یعنی مثلا آدم گفت یعنی 10 روز میستم همین به یعنی نم یعنی بعض اهل این جمهورشون حتی امام مذهب امام ابو حنیفه اند خیلی که ابن عابدین میبیارد و کذالک مذهب شافعی ها و مذهب حنابلة نم این جمهور اهل علم میگن که اشتراط میگن. اشتراط معنا اشتراط منید یا نمینید. حج اند اشتراط میکنیم عمره اند نمیکنیم. عمره کردگید هیچ یا نکردگید کردگید عمره اشتراط کردگید یا نه عمره کردگید میگید اشتراط نکرد خیر میشه. مسئله اشتراط چی عمره انده چه مسئله اشتراط چی وای همین یعنی برای اینکه حاضر تو نام احرام به در اومده لبیک اللهم عمرتان یا حجتان که گفتی نام عمرتان گفتی احرام به در اومده در اومدی سونی مثلا همه چیز دست رب العالمین با آدم نتونست بیمار شده موند مثلا یک چی شد آواره شد بیمار شد چی شد نمیتونه یعنی این به چی میشه یعنی نکنون اگر که گشته از احرام که میبرد دم واجب میشه این بر سونی عمره قضا میشه. فهمید؟ نام این چی میشه یعنی این بر دم واجب میشه این بر. فهمید یا نفهمید؟ دم یعنی خون واجب میشه. باید که یک شتر کشد این کارش بر. هم به چی میکنه یعنی؟ همه چیکار میکنه یعنی ایننده؟ نام همین به حدیث ضباعه بنت زبیر ابن عبد المطلب رضی الله عنها ضباعه گفت که رسول الله من حج کردنیم لیکن میترسم که تو نمیموند ممکن حج کنم. گفت که خلاص اشتریتی گفت نعم اشتریتی لکی نعم على ربك شرط اشتریتی گفت یعنی گفت که اللهم محل حیث حبستنی یا الله من احرام بمیدارم با شرطی که اگر یک کاری که فوق طاقت من شده موند خلاص من از احرام میبرم. فهمدید؟ فهمدید یا نفهمدید؟ علمی گفته باشه اگر هیچ چی تو من نمیشد نه دم واجب میشد نه عمره واجب میشد هیچ چی نمیشد تو من. فهمدید یا نفهمدید؟ اینجا نمیند یعنی اللهم محل حیث حبستنی درست یا درست فهمدید یا نفهمدید؟ ایدان چی میشد یعنی علمی معناش اشتراط میگم نعم همین بیانه چی نمیشه. همین بیانه کذالک اعتکاف اندام همین به جمهور اهل علم شافعی ها حنفی ها مالکی ها میگن که یعنی چی میکنید یعنی اعتکاف در اومده همین خیلی شرط میگذارید که پیش رب العالمین انده یعنی مثلا من اعتکاف میدارم در روز لیکن اگر مثلا یعنی نم یگون برادر بیمار شده موند یا که جنازه شده موند یا که مثلا یک بیمار شده مونم خودم یا کار یگون مثلا خشخو اومده مونند یا هم من به محتاج شده موند یا که مثلا جون طلب علم شود مثلا محاضره درد شود از اعتکاف بر اومده میرم من هیچ کم رفتم میرم. فهمید؟ همین شرط فیلت میشن دیگه جمهوری اهلی نعم فهمید؟ من اونجا شرط میگم نه شرط یعنی بدیلات کتی بدیلات میگوی یعنی بدیلات میگوی یعنی با شرط نویسته یا برای حارسا به دادن که طرف همین درباره قانون چی میگه